یه چند جای دیگر هم ببینیم. ماشاءالله. میشه اینجا؟ اینم رسیده ها؟ این رسید. ماشاءالله. به به. عجب خربزه ایه. خودمونیم خربزه رو نگاه کنیم، یعنی اینا رو بخورید دیگه. سلام بچه، چطورید آقا؟ امروز اومدیم جالیز خربزه. این قسمت کلا خربزه کاشتن و با صاحب اینجا صحبت کردیم. همونجوری که میبینید یه خربزه دستشه و قراره ببینیم که افغانستان چه مدل خربزه‌ای داره. خربزه‌ای افغانستان بچه من چند بار استوری کردم و خودتون دیدید دیگه، واقعا قشنگ بود. حالا امروز اومدیم با یکی از بچه‌ها هم اومدیم تست کنیم و هم ببینیم که چقدر خربزه کاشتن و قیمتش چجوری و خلاصه چند مدل خربزه در واقع توی افغانستان هست. سلام، چطورید؟ سلام، خسته نباشین. سلامت باشین. تمام دوستای عزیزی که ما را تماشا میکنن. اینجا ساحه ولسوالی خوجیغار است. خربزه سبزمغز از جمله خربزه نامدار خوجیغار است. در تخار ولسوالی های دشت قلعه طرف های روستا هم اینجا صادر میشه. خب دیگه ما 5 جریب 6 جریب هر دهقانی کشت میکنیم خربزه. خب به این منطقه بهش چی میگن؟ منطقه ساحه خوجیغار، دشت خوجیغار است. دشت خوجیغار است. شهر برآمده. خب بچه این منطقه تنها منطقه ای که در واقع توی همین خواجه‌غار خربزه هاشون خیلی نام داره. چرا من امروز اومدم اینجا؟ چون توی بازار خربزه زیاد بود، ازش میپرسیدم گفتم مربوط به کدوم سال است، گفتش همین سال. به خاطر همین امروز اومدیم اینجا و یه ویدیویی در واقع تهیه کنیم و ایشون هم میخواد با ما معرفی کنه. بریم داخل جالیز و ببینیم که چه خبر. خب همین رقمی که میبینین این خربزه است. همین رقم کشت میشه. این خربزه است، خربزه سبزمغز، مکمل خربزه سبزمغز. سبزمغز؟ بله سبزمغز. خب دیگه این کلا یه مدل، این یه مدلش حالا دیگه مدل نیست. خب چند جریبه کلا اینجا؟ اینجا 5-6 جریب است. بچه تقریبا 1 هکتار زمین میشه که اینجا به جریب حساب میکنن، به عنوان هکتار زیاد استفاده نمیکنن. خب الان تا چیزی فروختید؟ بله اولی اساس شروع شده، پخته شده. درسته. چند بازار میشه که ما فروش. تقریبا چقدر فروختید؟ 50,000 افغانی. 50,000 افغانی؟ 50,000 افغانی. تقریبا بچه 30 میلیون فروختن و فعلا هنوز خربزه‌هاشون درست نرسیده اینجا. تازه شروع شد. اونایی که خربزه‌هاشون در واقع پلاستیکی بود خیلی زود رسید و در واقع کلا تمام شد، ولی اینجا هنوز کامل نرسیده. به خاطر همین بچه توی داخل جوباشون آب گذاشته، ما نمیتونیم بریم داخلش درست فیلم بگیریم. حالا با هم دیگه بریم یه چند جای دیگر هم ببینیم. کلا این همه خربزه کاشته و اینورم که بچه ماشو، اینجا هم خربزه، اونورم خربزه، اونورم کلا خربزه. خب هوا خیلی گرمه، ساعت 4:20 است ولی هوا به شدت گرمه، واقعا آدم سرویس میشه. خب بچه یه خورده قدم بزنیم. اوه به خدا بچه زندگی روستایی یه چیز دیگه است. خیلی خوشم میاد از زندگی روستایی، مخصوصا توی جالیز خربزه و هندونه بگردی و آها تازه رسیده رئیس. بچه اینا میگه کم کم داره میرسه، فکر کنم تو چند روز دیگه برسه. این که هنوز خود کاله ولی اینا بچه اینم تقریبا رسیده. این یکی خود ترک برداشته بچه. این هم یه مدل خربزه دیگه. دیروز چیده بودید اینجا؟ بله. خیلی عالی. تازه رسیده دیگه. از این بابا از این بعد دیگه یواش یواش میرسه دیگه. اینا پخته شده اینش. این پس پخته شده. این خربزه است. عجب خربزه بوده. والله همینو باید بچینیم یه دونه‌شه. یه دونه خربزه خوب به ما میدی دیگه. بله. ما داریم از شما تبلیغ میکنیم. یگان پخته شده. به
ماشاءالله چه خربزه‌ای هستش بچه. حیف هندونه فصلش داره تموم میشه اینجا. اینم رسیده ها. این رسید. ماشاءالله. به به. عجب خربزه‌ایه بچه. بسیار خوب. از کدوم ور برگردیم؟ از اون ور برگردیم. از اون بر اینجا خربزه زیاده دیگه. یه خربزه دیگه از اسمش بهش میگن بودن قیرق. چی؟ او اینجا کش نمیشه. اینجا کش نمیشه؟ نه اولسوال خواجه بودن. آها. ولسوالی خواجه بهاءالدین. این خربزه ها رسیده. به. اینم بچه رسیده. بچه چون قرار برم کابل، اگه یه روز اینا هماهنگ بشد می اومدم از چیدنشون فیلم گرفتم خیلی خوب میشد. بذار باشون صحبت کنم. به به به. بچه دلتون از اون خربزه ها میخواد؟ خربزه وطن هست دیگه. خربزه های افغانستان. سبز مغز. اسم خیلی باحالی داره به خدا. یعنی یه روزی اگه مسیرتون افتاد تو این کشور حتما بیاید خربزه‌اشو تست کنید. اینجا کابل روان میکنه. امروز من خودم یک جو خربزه را در یک دکاندار دادم. بدم خویشاوندارش بود. کابل روان کرد. خب بچه میگه خربزه‌های در واقع این خواجه‌غار همین قسمت کلا در واقع به ولایت‌های کابل و هرات اینا میره. میگه امروز نزدیک یه ماشین خربزه گرفتن فرستادن سمت کابل بچه. چون خربزه هاشون خیلی معروفه. اوه. عجب خربزه‌ایه به خدا. حتما کامنت بذارید نظرتون رو بگید که راجع به خربزه‌های افغانستان چیه. دوست دارید بیام یه روز دیگه از چیدنشون فیلم بگیرم و وقتی که دارم توی ماشین بار میزنم ویدیو بگیرم؟ حتما ویدیو رو لایک کنید. حتما میام براتون یه ویدیو از اونم میگیرم. خب من امروز چین را بودم. خب بچه کلا خربزه‌ها رو میگه امروز تقریبا بیشترش چیدم، به خاطر همین خیلی کم مونده. اونایی هم که مونده هنوز نرسیده. بچه اونایی که رسیده رو دیدید دیگه. رسیده. ماشاءالله. دیگه ما خب بچه امروز یه مقدار چیدن. اونایی که رسیدن و چیدن این خربزه‌های افغانستانه. اینم از نزدیک ببینید. این بچه بکنم توی آب مونده، یه خورده وضعیتش خرابه، ولی خدا وکیلی خودمونیم. خربزه رو نگاه کنید. یعنی اینا رو بخورید دیگه مستقیم میرید فضا. زیاد تعریف نمی کنم، چیزی که حقیقتا رو دارم میگم. خربزه‌های ایران، ساوه و مشهد خربزه‌هاشون حرف نداره. ولی خب من توی ایران از این مدل خربزه ندیدم. راست بگم من بیشتر توی ساوه و قم و عراق و تهران بودم، جای دیگه اونقدر نرفتم و تا به حالم ندیدم. چون تو میوه فروشی هم کار کردم و تا به حال چنین مدل خربزه‌ای نیومده.